بیا بهت بگم برای لاین ساندویچ چیا لازم داری. اول از همه یه گریل میخوای که به دو صورت روغنی و زغالی ساخته میشه که اگه فضای کمی داری از گریل های ترکیبی هم میتونی استفاده کنی. گریل ها در سایزهای مختلف ساخته میشه، 60 سانت داره و 90 سانت که سایز 60 سانت با یه جنس استیل خوب تقریبا 18 تومن در میاد. یه اجاق دو شعله هم لازم داری، اونم در میاد 9 تومن. در ضمن برای زیر گریلات یه میز میخوای که اونم میتونی زیر یخچال استفاده کنی، اونم در میاد 40 تومن. قطعا یه تاپینگ خوبم لازم داری، اونم در میاد 40 تومن. حتما یه سرخکن خوب لازم داری که اونم یه جنس خوب ایرانیش حدود 50 تومن، چینی 75 تومن و امریکایی 95 تومن. بدون کالباسبور هم که نمیشه، اونم ایرانی جنس خوبش در حدود 21 تومن. اگه خواستی سرعت کارتو چند برابر کنی یه اسلایسر هم میتونی بگیری که اونم جنس چینی درجه یکش با 4 تا تیغ 50 تومن. و در آخر میز کار زیر یخچال و فریزری میتونم فراموش نمی‌کنیم، اونم در میاد 45 تومن. نکته مهم این که اگه میخوای خیلی سریع پیشرفت کنی و مشتری بیشتری رو به خودت جذب کنی، قطعا لاین ساندویچ به خاطر منوی متنوعی که داره جز بهترین هاست. بازار باشه.